با سلام خدمت همشهریان عزیز سبزواری. مجدد شروع مرکز غربالگری و ساماندهی معتادین و متکدیان سبزوار شروع شده تحت حمایت خیریه بهبود یافتگان. دوستان عزیز، همونطوری که میدونید اینجا کاملا به صورت رایگان داره انجام میگیره. گشت سامانده خب یه هزینه داره از شهر، از شورای شهر و محل مرکزم که بابت غربالگری و ساماندهی به صورت رایگانه، چه برای خانم‌ها و آقایان. و بعد از جمع‌آوری در این مکان ساماندهی میشن و هر کسی هر شرایط هر مکانی رو داشته باشه فرستاده میشه. چنانچه دوستان لباس اضافی دارن، بار یواش یواش توی پاییز هستیم و به سمت سرما میریم، هر کسی لباس اضافه داره و میتونه کمکی بکنه زحمت بکشه و همین مرکز تحویل بده. محل مرکزم توی مصلا هستش، به حساب بغل دست دفتر آرامستان، مؤسسه حمایت بهبود یافتگان، مرکز غربال. زحمت بکشین. اگر لباسی چیزی دارین که توی خونه استفاده نمی‌کنین، اگر دوست داشتین غذایی خواستین بدین، بالاخره بچه‌ها اینجا هستن و میتونین یه حمایتی ازشون بکنین. مرسی، متشکرم.